بشه. من دوستان عزیز ما با انرژی اومدن اینجا که مرحله دوم مسابقه رو با هم اجرا کنیم. این بخش مسابقه مربوط میشه به اطلاعات عمومی. دوستان آماده هستن؟ بله. خب نه این سوال اختصاصی گروه آبی. سریع سه تا از باشگاه‌های فوتبال لیگ برتر انگلیس رو برای ما نام ببر. بله. میدلزبرو. آفرین. شموشک نوشن. راهن مثل کرمان. ستای آخری لیگ امارات بازی کنه. بازی کنه. میدلزبرو درسته؟ میدلزبرو. بله. نرو. کجا نره؟ بمون بدن برو. حالا بودی. پارسال دوست امسال آشنا. زیاد زحمت نکش دوست. بیا بدن برو. برو بدن بیا. آقا بس دیگه. فهمیدم میدلز. خب گروه قرمز بازیکن اسطوره‌ای آرژانتین که اسمش از یک نوع فلزم هست و در بارسلونا بازی میکنه. پله مال برزیل، بازیکن قدیمی. پله امیر را پله میه فلزی همون. نه عزیز من ببین لیونل. لیونل آلمینیوم کونه مسی کونه سموری کونه لاکی کونه لیونل مسی بازیکن بارسلونا. اهلا. بله میدلز باز این ورا تشریف بیار. آقا میدلز بودی بدن دوست میدم. عزیز میدلز تموم شد. قربون شکل برم میدلز تموم شد. خب و اما قسمت دوم پایتخت ها. آماده هستید؟ پایتخت فرانسه گروه آبی. بله. قاهره. قاهره مثل آفریقا میان نه. آفرین. یاریس. نه. باریس. نه. بوینس آیرس. نه عزیز من این مال آرژانتینه. نه. همونی که دوستون گفت. آیرس. پاریس نه. میدلز برو. آیرس. آقا میدلزبرو چی عزیز من؟ پاریس. باریس. میدلزبرو. کلمات چرا پس پیش گویی آخه؟ من چی دانم؟ آماده هستی گروه قرمز پایتخت ترکیه. کلالامپور. نه زیمبابوه. انکورا. آقا نه کره نه. انکارا. میشه چی؟ انارا. نه آقا جان آنکارا. بگو خب من بگم توضیح بدم. انکورا. چی کنه؟ بابا این آنکارا عزیز من آنکارا. تمام شد. بگو ده من بگم ده آره. افغانستان. کاب نه. بوینس آیرس. قبل مخابراتی. آیرس بوینس. قبل فشار غبی. پاریس. قاهره. کابل دوست عزیز. تو کابل رو به کاب. بله. کاشف قاره آمریکا گروه آبی. کریم پوسکولوف. اون کریستیف تارزان. نه قبل از تارزان به دوستتون چی گفتید؟ کریم پوسکولوف. نه قبلش. بعدش میدلز برو. بوینس آیرس. کریستوف کلمب کاشف قاره آمریکا. بله متاسفانه توسید سلسله تیموریان رو برای ما توضیح بده گروه قرمز. بله مؤسسش تیمور چلاق بود. نه آقا تیمور چلاق. چلو چی آقا ذکرای رازی کاشف قطر. بله متاسفانه نتونستید. قلعه رودخان در کجا قرار داره گروه آبی؟ زامسرا. آستانه. خیر. لجنشا. خیر. زیابر. خیر. امکنار. خیر. لایجان. خومه لایجان. دور لایجان. کمسنه دور. همه جا رو گفتن الا خومن. گروه قرمز دقت کن عزیز من به سوال. پل خشتی در لنگرود در کجا قرار داره؟ کلالامپور. رودسر. آقا پل خشتی لنگرود در کجا قرار دارد؟ سومنسرا. لایجان خوشگبی جان رشنیشا انزلی. دیلده چوکام پاچگی فرشکی جیلیسر لنگرود. خیلی بردی و یه چاقوی کلاه چای بود. خب بینندگان عزیز به پایان این بخش از آیتم مسابقه هم رسیدیم.